توی ویدیو اول بهتون بازی راست ورژن موبایل رو معرفی کردم و آموزش نصبش رو هم دادم. توی ویدیو دوم همه چیز رو درباره اون بازی بهتون گفتم، به طوری که شما بعد از دیدن اون ویدیو از یک پلیر نوب به یک پلیر پرو تبدیل میشین. که خب ما در ایران زندگی میکنیم، یعنی کشوری که شب میخوابیم صبح بیدار میشیم، نتا قطعه. سر همین موضوع توی این ویدیو قرار معرفی آموزش نصب ورژن از بازی راست روی موبایل رو داشته باشیم که هم آفلاینه و هم حجمش 10 برابر کمتر از بازی قبلی. روی هر موبایلی میتونید نصبش بکنید و اصلا نیازی هم نداره که حجم به خصوصی رو بخواید از موبایل خالی کنید. پس تا آخر ویدیو با هم همراه باشید. اون بازی که در اصل میخواستم بهتون معرفی بکنم رو بریم توش که و یه آموزشاتی هم بهتون بدم، بذار یه بازی دیگه بهتون معرفی میکنم. این بازی که تا الان نمیدیدین اما الان میبینید، یعنی سوروایو سیمولیتور رو که شما دارین مشاهده میکنین، یه بازیه که حجمش 10 برابر کمتر از اون بازیه که توی ویدیو قبلی معرفی کردم. اون ویدیو رو نمیگم چون ویدیو واقعا حیفه که نبینین. در اصل اگر میتونین نتتون اوکیه، حجمتون اوکیه، موبایل اوکی دارین، موبایلتون هم نیازید خیلی خفن باشه، برین اون بازی رو انجام بدین چون واقعا حیفه. شما داری تایم میذاری و یه بازی خفن انجام میدی. میدونید چی میگم؟ اگه اینترنت یه وقتی قطع بشه یا اینترنت نشه باشه اینطوری تایمی، بیاین اینا رو بازی بکنیم رو انجام بدیم. داخل مارکت میتونید دانلودش بکنین، 80 مگابایت سوروایو سیمولیتور. خب عکس‌ها رو دارین میبینین، آنلاین هم هست، خیلی هم باحاله. دقیقاً مثل این بازی که الان میخوام بهتون معرفی کنم، منتها این آنلاینشه، اون یکی دیگه آفلاینه. خب یعنی اصلا تامنیل کلیک بیت نیست بهتون بگم آفلاینه مثل بقیه یوتیوبرها و اینجا بیام دروغ بگم. خب بعد بیاین این بازی آنلاینه، برین داخلش. اگر نیومد من الان دانلود کردم ولی خب نمیخوام نصبش کنم، اگر نیومد با فیلتر شکن برین. خب بریم سراغ اون بازی اصلی که میخوام بهتون معرفی بکنم. بازی که میخوام بهتون معرفی کنم فارست سوروایول. این بازی یعنی بقا در جنگل. این بازی بچه‌ها بازی آفلاین هست، داخل مارکت دانلودش میتونین بکنین. عکس‌ها رو دارین میبینین، الان میریم داخلش بهتون میگم قضایاش رو. خلاصه این بازی آفلاین خیلی بازی باحال و جالبیه که حجمش هم 80 مگابایت. دوباره بریم که داشته باشیم. خیلی خوب، ببینید من الان داخل بازی و همونطور که میبینید بذار صدایش رو کم. خیلی من نتم خاموشه و این بازی کاملا آفلاینه. سینگل پلیر رو میزنید یا نکات سمارش. این بازی جالبیه، میتونین بازی بکنین، حال بکنین. یه کوچولو به این صورته که شما دیگه آب و غذایش مشکلی ندارین، غنیم. فقط این بالا سمت راست یه نفستونه که کم میشه و اون یکی دیگه هم که هیلتونه، جونتونه به اصطلاح. جونته. بریم که یکم بازی بکنیم. یا چیزایی بهتون بگم، این قسمت که بگ بعد مییم بیرون، اینجا کرافت دیگه، اینجا خبری از ورکبنچ و قفل بودن وسایل و اسکرپ نیست. اگر نمیدونین اینا چیه، حتما ویدیوی اول و دوم چنل رو ببینید، خیلی اونا ویدیو جالبیه. همونطور که گفتم شما حیفه وقتی میتونید ببین، شما مثل این که بنز و یه بنز داری، خب بنز و پراید جلو در خونت واسه شماست، کدومو سوار میشی؟ میدونی چی میگم؟ تا وقتی که بنز سالم باشه بنزو سوار میشی. یه وقتی یا مثلا میبینی بنز سالم نیست، یه جاش خرابه، مجبوری پراید سوار بشی. میدونی چی میگم؟ تا وقتی که بنزو درست بکنی. بنابراین اون دقیقاً حکم بنزو داره نسبت به این واقعا. و اینجوری چوبو میزنیم، بعد یکم بازی بکنیم. بهتون بگم قضیه رو، برای ساختن مثلا خونه باید یه بیلدینگ پلان همچین چیزیه که 6 تا لدر میخواد. این لدرها رو باید چطور به دست بیارین؟ از کشتن حیوانات، که حالا من استیک میسازم که باهاش استیک میسازم که باهاش یه دونه نیزه بسازم. با اون نیزه بتونیم بریم اون حیونا رو شکار بکنیم. 12 تا میخواد. خیلی یه چیز در مورد انمی‌ها این بازی هم بگم. اینجا بچه‌ها خب پلیر نداره، خب بازی به خاطر که بازی آفلاینه، بازی آفلاین پلیر نداره، اما به جاش یک زامبی هایی هستن اونا رو داره. حالا الان ببینیمشون تو من بهتون نشون میدم این زامبی ها رو. این حیواناتش و گراز و این داستان هم هستش اونجا میبینید تا این داستان ما بسازه.
بعد خیلی ساده است از نظر گان ساختن. این مثلا این گانا 16 تا مثال فرگمنت میشه همون آهن. یه سنگ است به نام متالور، اونو بزنین، متالور رو که بزنین بعدش میاد داخل این فرنیس که با سنگ ساخته میشه، با چوب و اینا بذارین اون میشه متال فرگمنت، میتون آهن بید. با 16 تاشون ریولور بسازین و حالا اینجوری مثلا گانه دیگه‌اش یه چیزای دیگه هم میخواد مثل چوب و این داستانا. خیلی خوب، حالا بمونه مثلا ما همین استیک بدیم اینو بسازیم. بزنم میتونم با این یه شکاری بزنم، داستانی شکار بکنیم. نمیبینیم حالا این زامبیا رو داداش این چیز ما یادم نمیاد داشته خلوص داره باز دیوی خیال بزن اینا بسن با این بزنم خلوصا. به خیلی آخر مدافعای حقوق از حیوانات از ما شکایت میکنن. بله این 3 تا گوش به من داد. خب این از این. آره دیگه خلاصه بازی به این صورته که این بازی رو فقط بهتون معرفی کردم که وقتی لنگ بودین اینا دیگه به هر حال بازی بکنین. دقیقاً مثال پرایدی که زدم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگر بازی سبک بقا علاقه دارید چنل ما رو سابسکرایب بکنید و همین دیگه ویدیوهای دیگه چنل رو بریم ببینین، اونا ویدیوهای ارزشمندی هستش. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.